مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک ساکن 39 ساله جماعت پول سنگین در کنار شهر نورک با اتهام دست داشتن در دزدی 8 سر چاروای کلان شاخدار ارزششان بیش از 40,000 سامانی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی گفت این ساکن پول سنگین همه این دزدی ها را در یک شب 29 به 30 اکتبر انجام داده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر نورک با عریضه مرد 37 ساله ساکن جماعت دیوت پول سنگین شهر مذکور مراجعت نموده است که شب 29 به 30 اکتبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از تل و تپه های شهر نورک افسر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 35,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 39 ساله ساکن جماعت دیوت پول سنگین صادر نموده است. اینچنین نامبرده شب 29 به 30 اکتبر سال 2021 با راه پنهانی از تل و تپه های شهر نورک یک سر چاروای کلان شاخدار مرد 53 ساله ساکن امین شهر را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 5500 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.